تله آسیب پذیری یکی از اون دامهای پنهان ذهنه که ما رو همیشه در حالت آماده باش نگه می‌داره. در ظاهر ممکنه زندگیمون عادی باشه، اما در درون یه ترس دائمی از اتفاقات بد وجود داره. ترس از بیماری، از دست دادن، ورشکستگی یا حتی فروپاشی ناگهانی هر چیز خوبی که داریم. در این تله ذهن همیشه به دنبال نشونه ای از خطره و به محض اینکه آرامشی پیدا کنه بی صدا زمزمه میکنه مواظب باش، این آرامش موقتیه. به همین دلیل فرد درگیر این تله نمیتونه از لحظه حال لذت ببره، چون ذهنش در آینده تاریک احتمالی سیر میکنه. اما میشه از این چرخه بیرون اومد و به جای فکر کردن به اتفاقات بد روی مواردی تمرکز کنیم که الان در اختیارمون هست. مثلا اگه از اشتباه کردن میترسیم، اجازه بدیم اشتباههای کوچیک رو تجربه کنیم و ازشون یاد بگیریم. و در نهایت امنیت واقعی یعنی باور داشتن به خودمون، نه پیش بینی آینده.